ای بهار آرزوی عمر انسان مرحبا، ای صفای روزگار چرخ گردان مرحبا. از نزاکت نکت گل بر مشام کس رسید، ناز نوروزی به خاک تاجیکستان مرحبا. بینندگان عزیز، این لحظه ما نوازش در اجرای هنرمندی بنهایت خوب این نفر یاسومن شاکرова هستند، کارمند شعبه فرهنگ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان. استقبال میگیرید. سلامت باشید. یاسومن بانو، خوش آمدید به استودیوی تلویزیونی کودکان نورستان بهارستان. نوروز عالم افروز با شما مبارک باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. سالروال سلام و درودی خود را به بینندگان تلویزیون بهارستان میرسانم. خاصتا برنامه ایدانه، برنامه نام دارد ترنم نوروز و از دیدار هر یک شمایان خیلی شادم. تشکر. سلامت باشید. اکنون شما با چی دستاویزی به برنامه ترنم نوروزی تشریف آوردید؟ سلامت باشید. من با همکارم نوازنده چیره دست از انسامبل چمن فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف گلوف رجب محمد جان اینجا قرار داریم و در این برنامه ایدانه بهر بالید خاطری بینندگان گرامی دو آهنگ، یعنی که دو آهنگ نوروزی که خیلی هم دلنشین است برایشان اجرا می‌نماییم با یک شعری که شعر نوروزی است. تمام بینندگان را با نوروز عالم افروز تبریک گفته باشم. بهار است و به طاق خانه من، درونی کوزه ها گل ها شکفته، از این رنگ و برنگی های نوروز درونی سینه ها دل ها شکفته. بهار است و زمین و سنگ و آتش همه دل دارد و جانانه دارد. حیاتی تلخ شیرین من امروز هزاران قصه و افسانه دارد. اکنون بیاید نوازش خود را اجرا کنید. تشکر زیاد. سلامت باشید.
خیلی نوازش عالی. احسن. باشید. تشکر یاسمن. بله بینندگان عزیز ببینید یاسمن بانو با یک آهنگ به برنامه ما تشریف نآوردند. البته با تمام شما عزیزان با آهنگ نو خوشحالی شما رو دوچند میگردونند. استقبال میگیریم. سلام باشید. تشکر. واقعا با نوازش‌های عالی برنامه ما را شکوه شهامت برنامه ما را دوچند گرداندید و تمام مردم شریف تاجیکستان را خوشحال نمودید. یک جهان سپاس برای آنکه دعوت ما را پذیرفتید و به برنامه اشتراک نمودید. جهانی سپاس. سپاسگزاریم. خوش آمدید.